آقا عرض ادب و احترام خدمتتون عرض کنم که 25 روز پیش تقریبا ما یه ویدیویی گذاشتیم مبنی بر اینکه بنده خدایی توی بیمارستان ساکن بود و این داستانایی که خدمتتون عرض کردیم. ما امروز قرارداد خونه‌اش هم بستیم، ان شاءالله فردا میریم واسه جابجایی و یه سری وسایل منزل هم واسهشون تهیه کردیم، ان شاءالله فردا اونم جابجا می‌کنیم. بنده خدا هم سورپرایز میشه، الان منتظر این که ما بهش خبر بدیم. دمتون گرم، مرسی که همیشه ما رو حمایت می‌کنید. ان شاءالله برکت کارش هزاران برابر به زندگیتون برگرده. ان شاءالله همیشه سلامت باشید و تندرست، دستتون درد نکنه. آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، بارانیست از اشک چو بارانم بپرس. تخته دیدم که خب بیرون ما رو کمک کردن، این همیشه خدا خیرشون بده. خب واقعا خوشحالیم واسه شما که این اتفاق افتاد و اینکه ما هم دعا کنیم. خیلی ممنونم. منم از شما تک تکتون ممنونم. زحمت خیلی زیادی برای من و بچه‌م کشیدید. ان شاءالله سایه شما رو سر خودم و بچه‌م همیشه باشه. متشکرم.